خوش اومدین به اولین ویدیوی سبک جدید کانال ترند فارسی و اون چیزی نیست جز گفتی گناهات چی بود؟ شهروندرانم من. شکم. من دوست داشتم با هم برندشیم سوا هست. ما توی این سری برنامه دو تا گروه متفاوت از آدما رو دعوت می‌کنیم و تلاش می‌کنیم تا اونا رو با اخلاقای متفاوتشون با هم آشنا کنیم. هم صحبت‌های جدی داریم، شبیه این چیزا ازدواج سنتی قدیمی‌ها بودن، هم بحث‌های خاله زنکی. فعلا یه جور حالت آنباکسینگ داره برام. در انتهای هر برنامه هم چند تا از بچه‌ها حذف میشن و یه سری‌ها هم به مراد دلشون میرسن. توی این قسمت ما از یه خانم می‌خوایم که چند تا سوال بپرسه از هر کدوم از این گلپسرا که توی این قسمت ما سبا رو داریم و هر چقدر جواباشون از معیارهای سبا دور بود به انتخاب خود سبا توی هر مرحله یه پسر رو میتونه حذف کنه و در نهایت به شخص ایدئال خودش برسه. بدون معطلی بریم ببینیم نتیجه این رقابت چی میشه. خب خیلی خوش اومدین. خیلی خوش اومدین. شما به اون دوربین بعد نگاه کنین. بله. خب سبا جان خودتو معرفی میکنی؟ سبا هستم، اسمم با سین می‌نویسن، رو اسمم خیلی حساسم، ملقب به سبا ویوا. و فکر کنید که 22 سالمه. فکر کنید که 22 سالمه؟ مگه چند سالته واقعا؟ شما فکر کنید 22 سالمه. خب سبا 22 ساله. سبا شغلت چیه؟ در حال حاضر یوتیوبرم، ولی خب خیلی وقته که یوتیوب فعالیت نکردم، اما انشالله برمیگردم. اگه بخوام با کسی وارد رابطه بشم امکانش هستا، ولی خب یه ذره سختگیر هستم توی این قضیه. بعد یه سری سوالا بپرسم ببینم سوالامو اگه درست جواب داد اوکی. مثلا معیارات چیه تو رابطه؟ چه چیزایی مهمه برات بیشتر؟ یکی از مهمترین چیز، یعنی مهمترین چیزی که برای من تو رابطه خیلی بولده پوله. احترامه. اینکه دو نفر به همدیگه احترام بذارن. تو خیلی چیزا ممکنه باشه، از حتی لحن صحبت کردن میتونه باشه. پول احترامم میاره، قول میدم. خوبه. میخوای یه ذره از معیارای مثلا ظاهری طرف بهم بگی دوست داری چجوری باشه؟ یکی از چیزایی که خیلی برام مهمه قده و معیار خودم دیگه دوست دارم معیارم انقدر باشه، زیر 1.93 رو نمیپذیرم. قد خودت هم میخوای بگی؟ قد چند سابا؟ 1.62. خب تو استایلم خیلی چیزا برام مهمه، اینکه خوش تیپ باشه، خوش هیکل باشه. خوش هیکل باشه که خب خودش این باعث میشه که خوش تیپ هم باشه، اما اینکه خوش سلیقه باشه اونم خیلی نکته مهمی که البته میتونم تغییرش بدم. استایل و تیپ و اینا چیزی نیستش که تغییر نکنه، اخلاق تغییر نمیکنه. میشه من لواشک بخورم حین فیلم؟ همون با چاقوم بهم بده. حالا میخوای راجع به خط قرمزات یا رد فلگات صحبت کن. رد فلگ خدا رو شکر چاقو هم الان دستمه. بزرگترین رد فلگم نداشتن پوله. دروغه و خودش منشأ تمام رد فلگ های دیگه است. خیانت که اصلا خدافظه، ولی خب دروغم واقعا یکی از خط قرمزای خیلی مهمه. خیلی خوب بریم سراغ خود بازی ببینیم این شاه پسر خوشبخت کیه. اینا چرا این پشت قایم کردیم بنده خدا رو؟ قرار نبینیشون دیگه. اگه قرار باشه که منو ببری دیت، کجا منو میبری؟ سلام، من هادی نظیریم، بچه تهران، 25 سالمه، حسابداری خوندم بعد دیدم هیچ ربطی بهم نداره رفتم طراحی لباس. شغلم هم مربوطه به همون، فعلا تو پوشاکم. اگه بخوام برم دیت اولین بار سعی میکنم یه شامی هر چی باشه، کافه‌ای که به انتخاب پارتنرم باشه. دفعه اول حداقل سلیقه‌شو. آها، یعنی به انتخاب پارتنرت میذاره؟ آره، لوکش به انتخاب خودش. اوکی. علیرضا، 25 ساله از تهران، فارغ التحصیل رشته هوشمندی کسب و کارم، فوق لیسانس گرفتم. امروزم که بچه‌ها دیگه دعوت کردن گفتیم بیایم اینجا، نمیدونیم قراره چی بشه. دروغ میگه، من براش تعریف کرده بودم قبلا. آنباکسینگ داره برام. اگه بخوام ببرم دیت نمیبرم من. کجا میبری؟ دیگه سعی میکنم اول تلفنی بیشتر آشنا بشم بعد ببینم. آره.
بکنم نفر اول که قراره حذف شه مشخص شد. نفر بعدی. نیکانم، من 28 سالمه، دانشجوی پزشکی بودم ولی هیچ کارم به پزشکی ربطی نداره، کار واردات صادرات میکنم. بختیاری هم هستم، اصالتا هم مسجد سلیمانی هم. ببین دیت خیلی بستگی داره به اون شخص. مثلا کافه، رستوران من سعی می‌کنم نبرم جایی که اون طرف دوست داشته باشه، حس خوب داشته. مثلا شاید تو پیاده بخوای باش بری قدم بزنی خیلی بهتره تا اینکه بری یه کافه بشینی با هم یه کافی، قهوه، چیزی بخوایم بخوریم. دقیقاً. مثلا طرف ارتفاع رو خیلی دوست داره، مثلا میبریش بانجی جامپینگ. آفرین. هیجان. نه اینجوری اینجوری که نمیشه. مثلا مثال جایی که مثلا قدم میزنی. آفرین. خوب بود؟ آره حالا خلاصش. خب سلام، امیر مهدی ام، 24 سالمه، متولد تهرانم، تهران زندگی میکنم. رشته تحصیلی ماشینای صنایع غذایی، کارم طراحیه. دیت اولو خودم انتخاب میکنم کجا ببرمش، ولی خب سلیقه‌شو قطعاً در نظر میگیرم. قدم زدن خوبه، کافه خوبه، کافه خیلی لوسه. بالاخره خوبه یا بده؟ من نفهمیدم. بالاخره از یه جایی بعد شروع شد دیگه. کافه جای خوبیه به نظرم واسه شروع کردن. همون اولش خب چرا میتونه، کافه هم میتونه، ولی بده. این سوالو کلا واسه این پرسیدم که به خاطر اینکه وقتی یه نفر یکی رو میبره تو دیت اولیه جایی، یا خودش اونجا رو خیلی دوست داره یا میخواد ببینه که طرف مقابلش چی رو دوست داره و میخواد به نظر طرف مقابلش اهمیت بده. خب برای من این که بخواد به نظرم اهمیت بده خیلی مهمه. امیر مهدی داری باخت میدی. دیت اولم برم یه کافه یا یه رستوران به جای اینکه بخوام برم قدم بزنم. خیلی بورینگه به نظر من قدم زدن. مثل تینیجرز. احساس میکنم شبیه این چیزاست، ازدواج سنتی قدیمی ها بودن که دختر پسر رو میرفتن از پشت پرده با هم صحبت. نه مدلی جذاب‌تر قاجاری است مگه چیش جذاب؟ نه خیلی عالی. مفتخرالملوک مگه میخوام. ولی خب اگه اینجوری بود که منوی باز میذاشتن آره اوکی بود. دیگه خدای منو بازتر از این. من یه چیزی که خیلی برام مهمه کفشه. یه ذره پاتونو بیار اینجا رو دار. الان تنها چیزی که ازش یه نفر عقبه، اون که عقبه کیه؟ چرا یه پا تابوری، یه پایی، تک پایی؟ با تکیه دادی. ما که رفیقامون سپا بود. ببین کفش یکی از چیزایی که تو استایل خیلی مهمه و تاثیرگذاره، ولی مرتب و تمیز بودنش هم خیلی مهمه. بخوام الان انتخاب بکنم بگم کدومشون بهترینه از بین اینا، اول کفش نقره‌ای انتخاب میکنم. اما بقیه‌شون باید ببینم با توجه حالا به استایلشون و بقیه آیتم‌های کفشا چجوری. الان فقط یه نوک کفش دارم میبینم، نمیتونم هیچ نظری بدم. ببین اگه تایپ اون خانمی که قرار پشت پرده باشه من تایپش باشم، فکر میکنم که نیکان یکی از رقیبای خیلی سخت، فیس خوبی داره، تمیزه، چهره موجه و خانواده پسندی داره. بقیه بچه هم فانا، من همیشه جلوی آدم فانا کم میارم ولی تلاشمو میکنم، سعی میکنم منطقی باشم، خود واقعی من بگم، چون برنده واقعی اونیه که خودشو نبازه دیگه. خب تو آدمی که میخوای باهاش دوست بشی دنبال چی میگردی؟ چی از همه چی برات مهمتره تو رابطه؟ ببین من به نظرم آدم اگه دنبال چیزی بگرده قطعا یه معامله داره انجام میده. رابطه عدید من اینجوری نی. با آدم اگه میخوای آشنا بشی هر کی باید زندگی خودشو بکنه، مسیر خودشو بره، حالا پیشرفت و کنار هم داشته باشن، لحظات خوبی هم کنار هم رقم بزنن. بالاخره معامله نیست یا هست؟ نی نه اصلا معامله نی. خب بعدی نماز اول وقت. به نظر من این مثل خطکش میمونه. من پارتنرم نمازخون باید باشه، بعد به این طریق دیگه چه سریع هم خودشو جمع کرد. خوبی داره دیگه، مادر خوبی داره، بعد دیگه آره دیگه همینا دیگه. علیرضا خیلی خاصه. به من همونجوری که توی رابطه اهمیت میدم به طرف مقابلم، دوست دارم همون اهمیت متقابل باشه. مثلا اگر حالش بد بشه من 24 واسش وقت میذارم، همون جوری هم دوست دارم اون اتفاق واسه منم بیفته. اهمیت دادن اون اخلاق از نظرم همه چی مهمتره. هر چیزی نسبت به روز قبل تکراری میشه ولی اهمیت دادن هیچ وقت تکراری نمیشه. یعنی تو معامله میکنی؟
معامله نیستین. نه دیگه میگی معامله است دیگه. من میگی یعنی گفتم من اگه محبت میکنم اونم باید محبت بکنه. متقابله. آره یعنی توقع داری. چون میدونی چرا؟ چون از یه جایی به بعد خسته میشی و زده میشه از اون رابطه وقتی اهمیت بهت ندن. خوبه گروکشیه دیگه. اگر معامله باشه از نظر تو آره معامله است. اهمیت بده که اهمیت بدم. پس تو تا حالا عاشق نشدی؟ عشق وجود نداره. عشق چیز اکتسابیه. عشق فقط عشق پدر و مادر و فرزند ولا غیر. بقیه‌اش دیگه آره دوست داشتم بابا چرا همش تو معامله مگه املاکی آخه؟ به نظر من احترام بازم همونطور که بچه‌ها گفتن متقابل باید دو طرفه باشه. آفرین. احترام خیلی مهمه. شرط اول هر رابطه است. آفرین. خیلی ایزی میتونم نفر اول رو انتخاب کنم برای حذف کردن. اونی که اصلا تا حالا عاشق نشده، اصلا به عشق اعتقادی نداره. برای چی باید اصلا تو این جمع باشه کسی که تا حالا عاشق نشده؟ نفر سوم از این ور. 1 2 3 اومدم. امیر مدینه کن. چقدر کیوتی. سوخت ندادم. چه تا حالا عاشق نشده؟ نشدم نمیشم. عشق فقط ننم. به خدا جدی میگم. فقط بچه‌ها فقط هوای مامان و باباتون رو داشته باشین. اونان که وقتی میرن بابا دیگه مثلشون نمیاد. اگر من میاد زیاد. ولی صداقت داشت. نیکان واقعا صداقت داشت. آره. از انتخاب خودم خیلی خوشحالم. اشکال نداره. من مامانم همه چی واسم واجب‌تر و پدرم. خدا برات نگرش داره. بابا بسه برو بیرون. کجا برم؟ بچه‌ها خداحافظ. بچه‌ها واقعا راست میگن. تو این دنیا هر چی راستگوتر باشی و صادق‌تر باشی تنها تری. چرا من بعد هستم؟ چون برگشتم گفتم عشق وجود نداره. عشق فقط عشق مادر و پدر به فرزند. اون خانوم ترسید خوشش نیومد منو حذف کرد. یهو پشت پرده اومد بیرون دم چقدر کیوت و گوگولیه. گفتم ای بابا انتخاب اولش اشتباهی کردم. بهترینشون گلشون رو انداختم بیرون. گفتم حالا امیدوارم نفرات بعدی که دارم بیرون میکنم مثل نفر اول انقدر خوب نباشه. چه سبک موزیکی رو خیلی دوست داری؟ یعنی اگه بخوای مثلا همیشه یه موزیکی رو گوش بدی تو ماشین و اینا چی رو گوش میدی؟ ببین خب رپه ولی کلا هنر هرچی خفن باشه گوش میدم. رپ چی گوش میدی؟ رپ پیشرو داشتم. خب خوبه. فقط ایرانی گوش میدی رپ؟ نه امینم. اسم 3 تا از آهنگای امینم رو بگو. آلبوماشو تک به تک بگم؟ نه اسم 3 تا از موزیکاشو بگو. قدیمی بگو. Lose Yourself، بعد کیل شات، کیل می. بازم بگم؟ آره بگو. دیگه قدیمی باشه دوست. کیل می، کیل شات، Use Yourself. همون خیلی فلویدایی داری سوال میپرسی و قفل میکنه آدم. دیگه اگه امینم دوست داری باید بلد داشتی موزیکاشو. چی؟ نومی نه. گودزیلا که برای آلبوم جدیدشه. گودزیلا برای آلبوم جدیدشه. گفت قدیمی. یه ترک با ریانا داشت اسم ترکش یادم نمیاد. و من کلا یه مدلی هم که الان سوال بپرسی. مانستر. خب اوکی. من الان بگم حذف میشم. چرا؟ چی دوست داری؟ شمالی زاده؟ تلفیقی گوش میدم. بعد دیگه وطنی گوش میدم، خارجی گوش میدم. بعد دیگه الان جدی؟ بله جدییم دیگه. پس چی؟ نداریم دیگه. ولی چی بنا جدیه دیگه. یعنی چه سوالی؟ بعد آلترناتیو راک دوست دارم. داخلیا حبیبو دوست دارم. بعد گروه پالت بندو خیلی دوست دارم. مثلا تناقض نداره؟ تناقض حالا اینجا داشته باش. همه چی گوش میده علیرضا. کویتی پور خیلی دوست دارم. مداحی گوش میدی یعنی؟ مداحی که الزامه ولی خب کویتی پور رو دوست دارم واقعا گوش میدم. متال باز نیستی؟ نه متال باز نیستم. بعد دیگه همینا دیگه. قربانی گوش میدم. این خوبه این خوبه حیات خوبه. قربانی آره خوبه. سبک موزیکت هم جالبه. والا من اصلا موزیک گوش نمیدم. اوا؟ یعنی چی باور موزیک کن. یعنی همه چی گوش میدم همه چی گوش نمیدم. تو روز چند ساعت موزیک گوش میدی؟ نیم ساعت.
خب همون نیم ساعت بیشتر. منم نیم ساعت هم گوش نمیدم. بیشترش رپه، اونم ونتونزه. ونتونز؟ آره. ایرانی گوش میدی تو؟ هیچ کدومتون خارجی هم نبودین درست گوش خارجی گوش بدین؟ الان گفتی گوش نمی‌کنم که. میگم همه چی گوش میدیم دیگه. نفر اول فقط. با علیرضا هم زیاد گوش میداد. همه چی. چی علیرضا تدریس چی؟ خوبه. پردرم دادیم بالا یه ذره شلوارای بچه‌ها مشخص شد. قشنگ میشه تا یه حدی استایلا رو الان مثلا بیشتر درک کرد. یه سوال دارم از نفر سوم. سردت نمیشه؟ اینجا نه خب برای چی باید میسه؟ نه بیرون میری با این شلوار سردت نمیشه؟ نه تو ماشینم. آره دیگه ما الان داریم تو ماشین ویدیو میگیریم. کلا حالا سرما رو دوست دارم به کنار ولی تو ماشینم اوکی. خب نه سرمایی الان یا گرمایی این برای من سوال شد. سرمایی. یعنی از سرما بدت میاد؟ گرماییم شد از سرما خوشش میاد؟ با کدومه؟ از سرما بده؟ من سرما خوشم میاد از گرما بدم میاد. آها یعنی سرما رو بیشتر دوست داری؟ آره. ولی خب خودمونیم دیگه حالا اینجا یه ذره هیچ کدوم تیپش خوب نبود. من خیلی خودم رو تیپ سخیرم اما به نظرم نمیشه کلا به کسی هم مستقیم گفتش که تیپت مورد پسند من نیست چون چیز سلیقه‌ایه ممکنه ناراحت بشه ولی خب مورد پسند من نبود هیچ کدوم. سعی کردم رو اخلاق انتخاب کنم. ببخشید این الان میخوان کولر از جهاز بردارن یا بخاری و چیه؟ من سرما گرما رو نیستم. ببخشید شما مگه خونتون از این سیستم گرمایش از کفا نداره؟ از سقف داره برای من تو جهازم بخاری ندارم دیگه بخاری قدیمی شده. دیگه شما سرمایی یا گرمایی؟ حالا میگم که من بچه چیزشو بدونم خیلی بیشتر میتونم کمک کنم بهم. بالاخره سلیقه است میخوام ببینم با هم تفاهم داریم یا نه. من سرمایه یا گرمایی؟ نفر بعدی ترجیح اینو جواب بده. خب من که انقدر حاتم رفیقام بهم میگن حاتم بهم میگن حاتم اوف نمیتونم یه رو طول کشید تا پروسس کنه مغزم. پردازش. آره عاشق سرما هم خیلی هم حال میده بهم. لباس گرم میپوشم ولی دوست دارم اون حالتی که سردم میشه و آخر هفته ها بیشتر دوست دارین چی کار بکنین؟ از نفر اول شروع کنیم. خب آخر هفته ها که من آخر هفته ها مختار شغلم کلا بیشتر کار کردن رو ترجیح میدم دیگه شلوغ تره ولی اگه منظور اون روز تعطیلیم باشه یا فراغتم باشه با رفیقام وقت میگذرونم. یعنی کار میکنی آخر هفته ها؟ آخر هفته به شدت. چه غم انگیز. چیش غم انگیزه کار میکنه من آخر هفته ها وسایل سرمایشی گرمایشی رو درست میکنم. نفر دوم خیلی بانمکه باید تو عاشقش شدم دیگه نمیدونم اگه وقت کردم اصلا دم غروب به بعد مثلا دو سه تا دوستامو میبینم یه استخری میرم همینا دیگه. خوبه. آخر هفته‌ات پس دوست داری با دوستات وقت بگذرونی؟ نه قبل میرم دنبال وسایل سرمایشی گرمایشی بعد میرم راجبش صحبت. خب یعنی تو دوست دخترتو بیرون نمیبری آخر هفته ترجیح میدی که وسایل سرمایشی گرمایشی رو درست کنی به جای اینکه با دوست دخترت وقت بگذرونی؟ نه ببین سوء تفاهم شد اینجا. من وسایل سرمایشی گرمایشی رو برای اهل منزل درست میکنم دوست دخترم که خونه نمیبرم اصلا بیرون. آره من داشتم در مورد آخر هفته صحبت اصلا از با آخر هفته دوست دختر نباید بپرسه به نظر من. چه معنی میده؟ ببین مرد اصیل ایرانی هستی. خیلی خوب باشه قبوله. آخر هفته خب منم سر کارم ولی تایم دارم برای اینکه وقت بگذرونم با رفیقام با چه پسرای کاری با خانواده خیلی مهمه. نیکانم اشاره کرد بهش پدر و مادر هر کی جایگاه خودش دیگه پارتنر جایگاه خودش دوست و رفیق جایگاه خودش خانواده هم جایگاه خودش. اوکی یه ذره به نظرم پرده برداری کنیم ها. تو استایل شلوارا من خودم سلیقه‌ای بخوام انتخاب بکنم عاشق شلوار راسته و گشادم.
همچنان استایل نفر اول بیشتر از بقیه مورد پسندمه، ولی رنگ شلوار نفر سوم رو هم خیلی دوست دارم. البته که کفشای نایکی رو هم خیلی دوست دارم، با هم دیگه قشنگ میشه. ولی خب من هم چرا همش حس میکنم شلوارش یه شلوار سردیه، سردم میشه شلوارش رو میبینم. شلوار کبریتی بعد بالا تنش هم ببینم، نمیتونم نظر بدم. پرده او رفت بالاتر یا شلوارش رو دیدم شلوار کبریتی با کتونی، اینو فکر کنم مثلا اینو دنیای ما چند سال دیگه متوجهش میشه. اون موقع مد بود. خب کیا هست کنم؟ نفر اول هست، نه نفر سوم. از قصد گفتم میخواستم استرس بگیرم. آخه عزیزم سلام. کجا؟ چی بود؟ من امیر مهدی بودم. امیر مهدی بودی. سرمایی. آها نه اینجوری، ولی ببین خداییش استایلش گرمه، از همه گرم‌تر پوشیده. دیگه زود قضاوت کرد. آره بالا پوشونده بود. اینم قضاوت زود ما بود دیگه. خیلی خوشحال شدم. سلامت باشید. مرسی. بفرمایید تا صرف قهوه. آره دیگه کیسه خلیفه میبخشه. این خیلی رفقت. ما رو هم حذف کرد آقا. بعد نیکان من حذف شدم. نمیدونم چرا. انتظار داشتم علیرضا حذف شه. سر اون دیالوگ نماز و اینا انتظار داشتم علیرضا رو حذف کنه، ولی باز شود دیده شود بلکه پسندیده شود، باز شد دیده شد، هنوز پسندیده نشد، هنوز مونده. خب میرسیم به استایل گردن به پایین دیگه. کل استایل بچه ها مشخصه. معمولا که ماها هیچ کدوم اخلاق بدمون رو نمیگیم، ولی خب به نظر خودت یکی از اخلاقایت که میتونه بهتر بشه چیه؟ فکر میکنم یه اخلاقی دارم که از سورپرایز، یعنی دست بزنی دارم. نه از سورپرایز شدم واقعا متنفرم. یعنی یه نفر میاد کلی شوق و ذوق منو سورپرایز کنه، بعد من متنفرم این کار. بعد یکی اخلاقای بد دیگه هم قضاوت میکنم که دوست دارم نکنم، ولی میدونم که میکنم، آدما رو قضاوت میکنم دیگه. اخلاق بد دیگه. چرا از سورپرایز بدت میاد؟ چون کمالگرام دوست دارم خودم اون خوشحالی که برام میخوام بچینن و خودم بچینم بهترین نوع باشه. به نظر من ربطی به کمالگرایی نداره، شاید به این ربط داشته باشه که یه چیزی میترسی. تراپیستم اینجوری گفت. پیش تراپیست هم میری؟ روانکاو. خب اینم یه پوینت مثبتیه. خب میکروفون نفر بعدی. بذارید من یه جور دیگه این اصلا باز کنم، تعریف کنم. در مسیحیت اعتقاد دارن که 7 گناه کبیره وجود داره که به یه نوعی هر کدوم از بشریت با اینا درگیرن. آقا اگر این 7 رو بتونن کنترل کنن یه جورایی رستگاری میرسن. این 7 گناه میشن چی؟ شکم پرستی، طمع، حسادت، غرور، شهوت، خشم. و اگر از این 7 گناه من بخوام صادقانه تو خودم نگاه کنم، من اگر قرار باشه از 2 جا بلغزم احساس میکنم که یا از خشم میتونه باشه یا از شهوت. شکم نه شکم پرست نه شکم پرست. توضیحات خیلی کامل و جامع. خواهش میکنم باشه. بالاخره 7 گناه کبیره گفتیم داریم. شکم هم جزو گناه‌های کبیره. شکم پرستی. خب من شکم پرستم. خب گناهکاری دیگه. میری جهنم. چطور تو 2 گناه انجام میدادی حذفت نکردم، بعد من یه گناه کردم میخوای منو حذف کنی؟ من حذف خدا باید حذف کنه، من که کاری نیستم. خدا میبخشه، بنده خدا است که نمیبخشه. سبک جوابای علیرضا رو من خیلی دوست داشتم. اونجا که میاد خیلی فلسفی راجع به گناه‌های کبیره توی مسیحیت صحبت میکنه، بعد فانشو در میاره. اصلا مدل فانش نمیدونم حیف شده علیرضا. خوب شد حالا علیرضا بود کنار من که یه ذره یخم باز شه، ولی علیرضا عالی فان میکنه. اگه بخوای خودتو تو 3 کلمه معرفی بکنی، اون 3 کلمه چیه؟ زیبا، جادار، مطمئن. آقادی 3 کلمه کامل خیلی جامع بودین. 3 کلمه کل شخصیتتو توصیف کن. کتونیام، لباسام، پول. کتونیات، لباسات، پول. چرا پول؟ پول خیلی
من اگه بخوام در 3 کلمه خودم رو توصیف کنم میگم مصمم، متعهد، فداکار. چیز دیگه به ذهنم نمیاد. سرمایش گرمایش کجا رفت پس؟ تو که پنجشنبه جمعات هم با سرمایش گرمایش بودی. خب فداکاری دارم میکنم دیگه. برم اول وسیله بخرم. آفرین. ببین دقت نمیکنی و اینا خوب نیست. مرد زندگیه. آنست باشم یعنی. من رو چی حساب کنم بخوام باید برم تو رابطه؟ جواب بدم من؟ نه پس جواب نده. چی؟ من قولم. کلا حرفمو قولم. آها یعنی سرت بره قولت نمیره. آره بعد اینکه دور و بریام خیلی برام مهمن. یعنی اگه کسی کاملا احترام من نگه داره، احترام دور و بریامو نگه نداره، کامل باش بد میشم. یعنی مثلا قول میدی منو خوشبخت کنی؟ نه. خودمو نتونستم خوشبخت کنم. نه. چرا باید قول بدم؟ خوشبخت برای چی دیوونه من خونه بابام پاشم بیام خونه تو؟ این تو خواستگاریه. خب الان فکر کن خواستگاریه دیگه. چیه فکر کردی دوست دختر 2 روزتم؟ آخره بازی که شده بود احساس کردم یعنی دیگه مثلا تقریبا گردن به پایین بچه‌ها رو نمیدیدم دیگه، کل اکت بدنشون رو میدیدم. هادی اصلا یه جوری شده بود انگار مثلا استرس داشت، هی میکروفون رو تو دستش تکون میداد، هی تکون میخورد این بر اون بر. آخرین جا که میخواستم تصمیمم بگیرم اونجا برام این که نفر مقابلم اعتماد به نفس داشته باشه مهم بود. خب شما من رو چی حساب کنم؟ آقا من تو بیانست صادقانه بخوام بگم الان تو خونه بابات خوشبختی، منم مجردم خوشبختم خوشحالم و اگه تصمیم بخوام بگیرم برم تو رابطه به خاطر چیه؟ به خاطر بیشتر کردن این حال خوبه. من قولی که میتونم بدم اینه که از این حالتی که داری 20% میتونم تضمینی بهترت کنم. بیشترش رو نیستم. ببینم چی میشه. 20% همش؟ حالا بس بقیه می‌بینی بستگی به تو هم داره دیگه. پارکتو عوض کن. ولی خب میدونی که از قدیم گفتن این 80% مال خانوماست، ما کمتر با حسابه. 20% خوبه دیگه به نظر. خب واقعا مرد فداکاریه می‌بینی؟ به درصد خیلی اهمیت میده. 2 تا از خط قرمزاتو به هم بگو. استایل داغون. بعد اینکه خانوما توشون متانت نباشه تو رفتارشون. این رفتارهای پسرونه توی خانوما من نمیپسندم. خب همین دیگه این 2 تا کلا دختر سرسنگین دوست داری؟ نه سرسنگین نه، متانت، لطافت رفتاری، رفتار دخترانه باشه در حد زیاده روی نباشه. من ناخونمو نشونش بدم؟ آره علی میخواد بگی من خب من به جای 2 تا رد فلگ 4 تا رد فلگ دارم. البته 2 تاش رده، 2 تا دیگه میتونه پینکی صورتی چیزی باشه. بس دیگه بابا من همش نشستم اینجا دارم ترجمه میکنم. رد فلگ اول دروغه، رد فلگ دوم خانواده. خیلی برام اهمیت داره که پارتنرم خانواده درستی داشته باشه و در واقع چی میگم به اصطلاح با اصالت باشه. خیلی خب یه سوال، اون 2 تا پینکو نگفتم چه چیزی پینکو. یه دقیقه وایسا من چون حافظ ماهی فراموش میکنم. اینا خودش رد فلگ. الان من دارم رد فلگای تو رو میپرسم. آره دیگه. خب بگو. ایو خانم برنامه ضبط کن. بگو رد فلگاتو بگو. صورتیش مونده بود. 2 تا صورتی، تحصیلات، ورزش، اینا خیلی مهمه به نظر من. تحصیل. شما خودتون رشته خاصی ورزش میکنین؟ بله. چی؟ شطرنج؟ من کشتی میگیرم. کشتی؟ بله. من مسابقات اتومبیل رانی. جفتشون دروغ گفتن. قهرمان رالی هستم. آره دروغ هم رد فلگ اوله. رد فلگ همه هست ولی همه هم دروغ میگن. نه من یه بار بشنوم میبخشم، دفعه دوم خداحافظ. تحمل نمیکنم. آخه سخته واقعا. نه میدونی اینا با همن دیگه، یعنی کسی که اهل خانواده باشه با اصالت باشه دروغ نمیگه که. آفرین. کسی که تو خانواده درستی نبوده باشه یاد گرفته دروغ بگه. شما گفتین رشته ورزشیتون چیه؟ کشتی. بله. باشه خب. خب
ورزش زورخانه‌ای هم دوست دارم. یعنی از این دنبل گنده ها میندازی رو دنبل نیست، میله خانم. میل. آفرین. می‌خواستم ببینم اسمشو بلدی یا نه. داشتم تستت میکردم. خوبه صورتاشون رو ببینم یا یکیشون رو باید حذف کنی. انتخاب کنم. نه یکیشون رو باید حذف کنی. ای بابا چیکار کنم؟ ظاهر رو نگاه کنم، باطن رو نگاه کنم. تو که آخر هفته سر کار بودی، تو که هیچ چیکارت کنم؟ تو هم که خانواده برات مهمه، دروغ نمیگی، ورزش هم دوست داری. واقعا انتخاب بین این دو نفر سخت. نفس ها در سینه حبس میشه. نمیشه جفتشون انتخاب کنه. ما الان گفتی از اون خانواده نیست. حذف شه بمونه. هادی حذف میشه، علیرضا میمونه. هادی جان شما رو تو تصویر داشته باشیم. هادی جان سلام، خوب هستی شما؟ دیگه ایشالله آخر هفته ها کار بکنی و کلا زندگی لازمه. چی کار میکنی؟ بوتیک دارم، پوشاک. خب بوتیک آخر هفته ها شلوغه؟ آره دیگه. نه دیگه آخر هفته همه که تو کارمندا آخر هفته ها. آفرین. ما معمولا چون میریم برنامه آخر هفته لباسمون خریدیم. ظهر میان پنجشنبه ظهرش میان. خب یعنی تو پنجشنبه شب هم سر کاری؟ تا 10 بعد سخته واقعا. به هر حال موفق خوشحال شدم. باشی. قربونت. منم همینطور. قربونت. میکروفون. جگر. قربونت برم. علیرضا رو برید. چقدرم ماسک بدی انتخاب کردید ولی سالوادور دالی باحاله. به علیرضا نمیخواستم حذفشم. خیلی دوستش دارم. من دوست داشتم با علیرضا با هم برندشیم سبا حذفش. من فکر میکنم سبا جان یه مدلی داشت گزینش میکرد، یا اول تیز رفت سمت استایل کتونی علیرضا و اینا، بعد شلوارشو نقد کرد، انگار یه ترحم گذاشت که نمیتونم قضاوت کنم، یا هم که گفت حالا که دارم میخندم علیرضا هم داره میخندونه، فعلا علیرضا بخندیم دیگه. خب علیرضا با عنوان فرد منتخب. علیرضا جان از اون ور بیا. میشه این آروم بدید بالا ظاهر بشه؟ مردانه بکن. نمیشه. بچه کف بزنید. سلام. خیلی خوشبختم. بعد 2 ساعت تازه سلام رفته. خیلی خوشبخت شدم از آشنایتون. واقعا آدم با خانواده ای هستی. سلامت باشید. و تشکر میکنم. گناه های کمی هم داریم. 2 تا گناه از 7. آره. خیلی هم بعدن دارم بهشون کار میکنم دیگه. ببین من داشتم به یه چیزی فکر میکردم. گفتی گناه ها چی بود؟ شهوترانم من. شهوت چیزه؟ یه جور مسابقه است مثلا اتومبیل ران. آره دیگه 2 نفر اجازه بدید سواره. نه مسابقه که نیستش، یعنی خدا نکنه مسابقه بشه. بیشتر با نفس امارم دارم میجنگم. آها با فداکارم هستی. فدا زیاد میکنم. بهتر که دیگه با هم صحبت نکنیم در این مورد. خیلی خوب. نه من طلب اگر خودم باشم. I'm what I am. بله. خیلی خوشبخت باشیم. خواهش میکنم. و اینکه این برنامه پسرونش ثبت نمیشه. ایشالله تو پارتای بعدی. خیر نداریم همچین چیزی. بله نداریم. یعنی بردارم برم. همین الان انتخابت کردم سری رد فلگ و اینا رو همه رو فراموش کردی. خانواده و من فداکارم و اینا. یه سری ویژگی اخلاقی دارم. خدا آخرشون اپل میگذره همه چی یادشون میره. نه یه سری گفتم یه سری ایراد گناه‌های کوچولو دارم خشمگینم و چیز. رو گناه‌ها درپوش بذار. سرپوش. تو درپوش بذار. یه جاشو میپوشونیم. خوشبخت شدم. زنده باشی قربانشون. الان بریم؟ ما باید بریم دیت کنیم؟ اینوری بریم؟ از اینجا خارج بشیم. قربان شما. خدا نگهدار.
حالا سبا نظرت چی بود که بچه‌ها شبیه علیرضا میشد؟ ابرو پیوندی. نه حالا خب شخصیتی. شخصیتی که اگه به باباش بره خیلی نمکه. قیافش به من بره، قیافش شبیه من شه، ولی نمکش به باباش بره. خب بچه‌ها دمتون گرم که تا اینجای ویدیو همراه ما بودین. امیدوارم این سبک جدید رو حال کرده باشید باهاش و مثل همیشه منتظر نظرهای شما توی کامنت ها هستم. شعرم میدیم برم.